سرخط خبرهای مهم. معاش $4000. دعوت مهاجران تاجیک به کره. بحث صاحبکاران با شرکت یاقوت در وحدت. و چین به کشورهای آسیای مرکزی 1.5 میلیارد یوان کمک میکند. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 19 ایون. 600 شهروند تاجیکستان را برای کار در کره جنوبی دعوت دارند. آژانسی به کار تامین کنی در خارج تاجیکستان میگوید کار در ساختمان، استحصالات، کشاورزی، صنعت خوراکواری و دیگر ساحه‌ها میباشد. به نوشته منبع داوطلب باید از 18 تا 39 ساله باشد، زبان کارگری را در سطح معاشرت داند، داغ سودی نداشته باشد و از جهت جسمانی و روانی سالم باشد. از این نهاد گفتند معاش تا $4000 وابسته به کسب و کار معین شده است. موضوع مهنت برای کفشگری از $3 تا $4000، برای دیگر کسب و کار از $1.5 تا $2000 آغاز می شود. خراجات تا رفتن به کره از سوی خود کارگر پرداخت می گردد. بعد رسیدن به این کشور از جانب کارفرمای کارگری تمامی خراجات کارگر از جمله جای خواب، خورد و خوراک تامین می گردد، گفتند از آژانسی به کار تامین کنی در خارج. در یک تحلیل سازمان جهانی مهاجرت سال 2024 در کره جنوبی 6339 شهروند تاجیکستان از جمله 67% مردان و 33% زنان بر اساس ویزاهای کوتاه و دراز مدت قرار داشتند. این قریب 40% بیشتر نظر به سال 2023 بوده. به قرارداد رسمی بین دو کشور بستگی دارد که کاری موسمی شهروندان تاجیکستان را در کره فراهم می‌کند. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفته است که کشورش امسال با کشورهای آسیای مرکزی 1.5 میلیارد یوان و یا تقریباً $210 میلیون کمک مالی به بازگشت میکند. او روز 17 ایون ضمن سخنرانی در نشست دوم سران کشورهای آسیای مرکزی و چین در شهر آستانا گفته است پول مذکور برای طرح‌های اجتماعی مهم خرج می شود که هدف آنها بهتر کردن نیک و احوالی مردم و رشد پایدار 5 کشور آسیای مرکزی است. رهبران تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان روز 17 ایون در همایش چین و آسیای مرکزی راه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی را بررسی کردند. رئیس جمهوری چین همچنین گفته است کشورش آماده است برای بیشتر آموختن زبان چینی در دانشگاه‌های آسیا میانه مرکزهای نو باز کند و آموختن زبان‌های کشورهای آسیا مرکزی در چین را وسعت بخشد. طی چند سال باز در شهر وحدت بحث صاحبکاران شرکت یاقوت 2000 برای زمین و مالکیت ادامه دارد. صاحبکاران از آن نگرانند که جای مغازه و داروخانه‌های آنها که تا 5 سال آینده اجاره گرفته و پول دادند، شرکت می‌خواهد بناهای نو بسازند. علیشیر ظریفی و امیر ایسایف موضوع را ادامه می‌دهند. در نظر است که این مغازه و داروخانه‌ها در شهر وحدت را ویران کنند و در جای آنها بناهای نو بسازند. آنهایی که دکان یا مغازه را تا 5 سال آینده اجاره گرفته و پول دادند، ناراضی‌اند. شرکت بیناساز یاقوت 2000 می‌خواهد جای را خالی کنند. شرکت یاقوت میگه که ما این زنک قطعا شهردنامه کرده بر زنک سود دابته ما بزرگ شدم هر سال این زنک هر کس پول بگیرن ما هر روز سود به سال بگردم که باید این یک کس پیش راهش بگیره آخی این رفته شهردنامه کرده ما رو آگاه نکرده این شرکت آمده بالای بای ما را اینا مثال ما چیزی ما میگم ما شهردنامه کردم آخی میگم شهردنامه شما 2024 نه 25 او شهردنامه ما 2020 قوه قانونی داره حالنامه سود داره ما کی نسبت همین شهردنامه کی حالنامه سود داریم که در همینجا همش نوشته که همه را چقا نشین تا 2030 باید بشنه. در این نوار که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است، برادر دلشاد صاحبکار فاروق عبدالحلیمов از عملکرد رهبر شرکت یاقوت 2000 اعتراض دارد. محترم جناب اولی، محترم رستم امامعلی، این همه ویدیو را ما برای چی موندم که همه حاجی حلیم یاقوت 2000 میگه که همه حاجی حلیم وحدتی میگه که این همه نمیکنین جوتون خالی نمیکنین نمیتین این همه کاری که کردم این همه زمینه پیشینه ما چپا کده گرفت این همه خیبو چپا میکنم اینا کردم چپا گرفتم با 2 تن یگون مقامود رسید ایداس یگون کس یگون کور اومد این همه جاشان عیناً به همون طور میگیرم. نوار سال 2023 ثبت شده است ولی به تازگی در شبکه‌های اجتماعی راه یافته است. ظاهراً بحث صاحبکار و شرکت یاقوت 2000 چند سال است که اینجا ادامه دارد.
раиси ширкати Ёқут дуазорум соҳибкор Абдуҳалим Қодирзода аст, ки бархе аз ӯ Ҳоҷи Ҳалим низ ном мебаранд. намояндагони ширкат ҳозир нашуданд мавзӯъро шарҳ диҳанд. ин зан, ки худро соҳибкор ва соҳибмулки пешини маконҳои баҳсӣ меҳисобад, бо ҷонибдорӣ аз ширкати Ёқут дуазорум суҳбат кард. از نام میسوزه تو وقتا مدد سومی همو آرنده که و یا میتین همورا میتین همو سومی آرنده ما میتین زندگی رفتن میگه یا یوردم اون نمیکن 3 ماه شده نمیتین چی ما آرنده ما این سپوری دم گفتم که مثال خیلی بخیزین ما این یودم مرا یوردم کاریسته ما همین شرکت Ёқут درخواست داریم که ما در اینجا اولش که شهرنامه داریم که این زنک صاحبکار جمع ما را یا جا کنه یا که ما در جا بتیم ما این داروانو بگذاریم اونجا که ما اینا نمیتونیم این مثال این گروشکا نیست که برای میره در خونه مونیم که فوق این مهلت داره این چی داره همش مهلتش میگذره ما اینجا برای چی بسوزیم. ҳоло баҳс дар додгоҳи шаҳри Ваҳдат аст ва маълум нест қарори ниҳоӣ чӣ хоҳад буд. соҳибкор Фаррух Абдуҳалимов дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки мансабдороне ҳастанд, ки амалкардҳои раҳбари Ёқут дуазорумро дастгирӣ мекунанд. ҷанҷол сари хонаву моликият ва хонасозӣ зуд дар Тоҷикистон мушоҳида мешавад ва мардум соҳибкорону мақомотро ба худсариву нодида гирифтани ҳуқуқи мардум ва соҳибкорони оддӣ муттаҳам мекунанд. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. تعداد قربانیان حمله‌های موشکی و پهپادی روسیه در شهر کییو اوکراین به 24 نفر رسیده است. ماموران نجات روز 8 ایون از زیر ویرانه‌های بناهای استقامتی در پایتخت کشور چند جسد دیگر را بیرون آوردند. نیروهای روسیه روز 7 ایون با حمله به پایتخت اوکراین نه کمتر از 20 نفر را کشتند. ضربه‌های موشکی و پهپادی به کییو در روز گذشته یکی از حمله‌های سخت‌ترین به شهر در زمان جنگ است. با گفته کمیته حالت‌های فوق‌العاده اوکراین در این حمله 150 نفر زخمی شدند. مقامات اوکراین برای گرامی‌داشت یاد قربانیان حمله یک روزی ماتم اعلام کردند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی این حمله را تروریسم نامید و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را گناهکار دانست. در نتیجه ضربه موشکی روسیه یک بنای 9 طبقه به خاک یکسان شد و در بامداد صادق و زمانی که بسیاری از ساکنانش در خواب بودند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 19 ایون خبر می‌دهد. در اوج جنگ شهروندی ایالات متحده آمریکا 19 ایون سال 1862 کنگره امر کرد که در ایالات غربی این کشور غلامداری منع کرده شود. جنگی که میان شمال و جنوب ادامه داشت به قول تاریخ نگاران محض با سبب طرفداری و مخالفت این قلمروهای آمریکا به نظام غلامداری در کشور سر زده بود. پرزیدنت ابراهام لینکلن که طرفدار از بین بردن غلامداری بود، نهایت توانست در پایان جنگ به آزاد کردن همه شهروندان آمریکا موفق شود. ایون سال 2008 به خاطر بنیاد مجتمع قصر ملت یا قصر نوی پرزیدنت تاجیکستان با قرار دادگاه در دوشنبه عبادتگاه یهودیان تخریب کرده شد. مارت سال 2009 دادر عروس پرزیدنت تاجیکستان و رئیس اوریون بانک حسن اسدالله زاده حوله محتشمه را در دوشنبه به جمعیت یهودیان تقدیم نمود که همکنون چون عبادتگاه و مکان معرکه ها استفاده می شود. بعد پاشخوری شوروی و جنگ شهروندی تاجیکستان ده ها هزار یهودی تبار به سمت اسرائیل، آمریکا و اروپا کوچ بستند و حالا تخمیناً 50 نفرشان در کشور زندگی را ادامه می‌دهند. 19 ایون سال 2015 مجمع کل سازمان ملل متحد قطعنامه را قبول کرد که این روز را چون روز بین‌المللی مبارزه با خشونت جنسی در جریان جنگ تعیین می‌کند. هدف بالا بردن آگاهی از این جنایت مدهش و پیشگیری از خودسری‌ها و قانون‌شکنی‌های بیشتر می‌باشد. صبح امروز بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 126 سومانی، 100 یورو به 1140 سومانی و 100 دلار 991 سومانی مقرر شده است.
رسیدیم به پایان برنامه. برای پیدا کردن اخبار بیشتر ما را در شبکه‌های اجتماعی و سامانه رادیو آزادی پیگیری کنید. تا فردا، خدا نگهدار.